آژیر. معلومه چه کسی تو این فضا و زمان داره حکمرانی میکنه. کیا اونا همه جا هستن میکنن یا هوش مصنوعی رو پیش میبرن، چیزای جدید میسازن، همه چیز رو کنترل میکنن و هر اونجور رو که میخوان به ثمر میارن. اونا خیلی تیز بینن، بلکه برنده دقیقا دست خودشونه و میتونن هر روز یه نکته جدید و ایده جدیدی بسازن و جنگ را به سوی خودشون تمام کنن. اونا نکاتو میسنجن، میفهمن و پیش میبرن، برای شادی خودشون لحظه شماری میکنن و پیش میرن. برای جنگ آماده میشن، از هیچ چیز نمیترسن. ترس مانند اونا یه چیز خنده داره. وقتی که سالیان دراز تمدن خودشون رو نگه داشتن و حتی از هیچ یک از پادشاهان جهان شکست نخوردن، چون هنوزم هستن. خیلی ها دلشون میخواد اونا رو نابود کنن، بهشون بخندن یا اونا رو کوچیک کنن، ولی اونا نوآوری‌ان و تکاوری رو از بچگی یاد میگیرن. هر روز بزرگتر و بیشتر و خطرناکتر میشن. نوآوریاشون از خودشون جلو میزنه، خطرناکن. اونا شبهن، همه جا هستن. اونا سال هاست که شکست نخوردن، از هیچ جنگی هم نمیترسن و همه دشمنانشون رو خرد خواهند کرد. اونا خیلی بزرگ و قدیمی‌ان. اونا ایرانی‌ان. ایرانی‌ها خیلی سرعتی‌ان، خیلی تیزن، از هیچ چیز نمیترسن. اونا سال هاست که هستن.